بسم الله الرحمن الرحیم. بعد حمد بر خداوند و صلوات بر رسول علیه السلام. اسباب و عوامل بیماری های باطنی تباه کننده قلب. تباه کننده اول، زیاده روی در آمیختن با دیگران. آثار و پیامدهای افراط در روابط یعنی رابطه با دیگران عبارتند از انباشته شدن قلب یعنی مشغول شدن قلب از شنیدن و دیدن گفتار و کردارهای ناپسند و بیهوده دیگران و سخت و سیاه شدن آن که سبب پریشانی و دلمشغولی، غم و غصه و تضعیف یعنی ضعف و توانایی های آن می‌گردد و باری بیش از حد توان آن بر دوشش نهاده می شود و ناچار می گردد بیشتر به درد دلهای بیهوده این و آن دل مشغول بگردد و خیر و مصلحت خویش را از دست بدهد و فکر و اندیشه او در دشت و دمن خواسته ها و باورهای آنان پریشان و سرگردان شود و برای اندیشه و عمل خود و کسب قرب خداوند و تهیه توشه برای جهان آخرت توان و وقت چندان برای او باقی نماند. از سوی دیگر در آمیختن بیش از حد با دیگران چه زحمت‌هایی را که سبب نشده و چه نعمت‌هایی را که از بین نبرده است. براستی معاشرت بیش از حد لازم با دیگران محنت ساز و سعادت سوز و سلب کننده آسایش و مانع از آرامش است. معاشرت بیش از اندازه با دیگران بالای جان و آفت عمر و مانع تلاش انسان برای کسب سعادت دو جهان است. مگر دوستان و نزدیکان دلمرده نبودند که حتی در دم مرگ مانع از آن شدند که ابو طالب پدر حضرت علی رضی الله عنه کلمه شهادتین را بر زبان بیاورد. چه زیان و چه خسران بدتر از آن. این معاشرت و درآمیختن که غالباً در قالب دوستی و رفاقت دنیوی و ارضای کشش‌های نفسانی طرفین است، هنگامی که حقیقت‌ها واقعیت پیدا کردند به دشمنی و عداوت تبدیل می‌شوند و سبب ندامت می‌گردند. همان گونه که خداوند متعال می‌فرمایند: وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي. در آن روز ستمگار کفر پیشه هر دو دست خود را از شدت حسرت و ندامت با دندان می‌گزد و میگوید کاش با رسول خدا راه بهشت را برمیگزیدم، کاش فلان را به دوستی نمیگرفتم. براستی پس از آن که قرآن برایم آمد آن دوستی مرا از آن دور کرد. همچنین می‌فرماید: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. در آن روز دوستان و همکیشان بغیر از پرهیزگاران دشمن یکدیگر خواهند شد. حضرت ابراهیم خلیل خطاب به قوم خویش فرمود: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ابراهیم علیه السلام به قوم خود گفت:
شما غیر از خدا بت‌های را برای خویش برگزیده اید تنها به خاطر محبت بزهکارانه که در زندگی دنیا میان خودتان دارید. سپس در روز قیامت برخی از شما از برخی دیگر بیزاری می جوید و بعضی از شما بعضی دیگر را نفرین یعنی لعنت می کند و بالآخرت جایگاه شما آتش دوزخ خواهد بود و هیچ یار و یاور نخواهید داشت. این وضع و حال تمام کسانی است که بر اساس هدف مادی دنیوی و غیر مشروع با هم دوست و همکار می شوند. مادامی که به هدف خود می رسند به دوستی خویش ادامه می دهند و هرگاه آن هدف پایان یافت پیوندشان پایان می یابد و گاه آن دوستی به دشمنی تبدیل خواهد شد. دو طرف یکدیگر را مورد لعن و نفرین قرار خواهند داد و آن شادی ها به غم و غصه مبدل خواهد گردید. این چیزی است که در این جهان و در میان دوستان و رفیقانی که بر پایه پیوندهای ناپسند و ناپایدار با هم دوست و شریک می شوند مشاهده می شود. هرگاه آن درباره آن دو مورد تحقیق شود معلوم می گردد که غالباً هر دو بر باطل بوده و دوستی آنان بر پایه پوشالی قرار داشته و طبیعی است که چنان دوستی بیریشه به دشمنی ریشه‌دار تبدیل می شود. قاعده و ضابطه معاشرت مطلوب و مفید این است که در ارتباط با امور نیک و پسندیده مانند حضور در نماز جمعه و جماعت و عیدها، حج، کسب علم و دانش، کارزار و امر به معروف و نهی از منکر با اهل ایمان و تقوا همراه شویم. اما در رابطه با امور ناپسند، ناروا و غیر ضروری لازم است از معاشرت با آنان خودداری نماییم. اگر ضرورت ایجاب میکرد که در کارهای ناپسند با آنان همراه شویم و هیچ راه برای عدم همراهی وجود نداشت، باید با عزم و اراده کامل از موافقت و مشارکت با ایشان خودداری نمود و اذیت و ملامت ایشان را بر جان خرید. اگر او از قوت خویش و نصرت دیگران محروم باشد، آنان غالباً او را مورد اذیت و آزار قرار خواهند داد. اما اذیتی است که عزت، محبت و احترام و تمجید خداوند رب العالمین و مؤمنین متقین را در پی خواهد داشت. اما موافقت و مشارکت با اهل باطل ذلت و درماندگی، ملامت و لعنت خداوند رب العالمین و مؤمنان و صالحان را بر دنبال خواهد داشت. صبر بر اذیت و آزار اهل باطل بهتر و خوش عاقبت‌تر و آینده دارتر است. اما چنانچه در ارتباط با امور مباح و غیر ضروری انسان ناچار بود با اهل باطل معاشرت و همراهی نماید، سعی کند که آن مجلس و آن همراه را در حد امکان به مجلس علم، اندرز و اطاعت خداوند تبدیل نماید و به خود قوت قلب بدهد و اراده خویش را استوار گرداند و با وسوسه ها و دام های شیطان که به او القا می کند که این کار تو خودنمایی، ریاکاری و اظهار علم است توجه نکند، با آن به مقابله برخیزد و از خداوند یاری بخواهد و در حد امکان معاشرت و همراهی خویش را با آنان در جهت خیر و مصلحت دو طرف سوق دهد. اگر چنین چیزی برای او ممکن نبود، همچون بیرون کشیدن تار مو از میان خمیر، قلب خویش را از میان آنان بیرون کشد و میان آنها همچون حاضر غایب، نزدیکی دور و خوابیده بیدار باشد که در عین یعنی در چشم نگریستن و گوش فرا دادن آنان را نبیند و سخنانشان را نشنود، زیرا دیدن و شنیدن کار قلب است و او قلبش را از میان ایشان بیرون کشیده و آن را به ملکوت آسمان ها اوج داده
و همراه با ارواح پاک و والا بر گرد عرش خداوند به تهلیل و تسبیح مشغول گردانیده است. این کار بر نفس انسان بسیار سخت و گران است، اما بر کسانی که توفیق الهی رفیق راهشان باشد آسان می گردد. همین کافی است که رابطه انسان با خداوند رابطه آگاهانه، عاشقانه و صادقانه باشد و مدام به او پناه برد و سر خود را عاجزانه در بارگاه با عظمتش بر سجده بگذارد تا از سرسپردگی و بندگی دیگران، مال و مقام، نفس و هوس پرستی رهایی یابد. تنها عشق و محبت خالصانه، ذکر قلبی، زبانی و پرهیز از موارد تباه کننده چهارگانه دیگری که باقی مانده اند هستند که می توانند به انسان نیرو و توان بدهند و در این راه او را همراهی کنند و با توسل به توشه پاک و توان افزا از جانب خداوند و عزم و اراده صادقانه و آزادی از اسارت قید و بندهای غیر الهی است که می تواند به آن هدف، یعنی هدف عالی، دست یابد. آنچه که بر انسان است معاشرت و مشارکت با دیگران به اندازه نیاز است، اما باید به این حقیقت معرفت پیدا کرد که در رابطه با موضوع معاشرت مردم به 4 دسته تقسیم می شوند و هرگاه دسته را با دسته دیگر درآمیزیم و آنان را اشتباه بگیریم به شر و زیان آن مبتلا خواهیم گردید. گروه یکم کسانی هستند که معاشرت با ایشان همچون غذای ضروری است و در شبانه روز از آن نمیتوان به نیاز بود. هرگاه کسی به اندازه رفع نیاز با ایشان درآمیخت، پس از تحقق آن به معاشرت با ایشان پایان دهد و بعد از آن هرگاه نیاز پیدا کرد بار دیگر با ایشان هم نشینی نماید و این کار را مدام تکرار کند. ارزش معاشرت با این گروه از طلا ارزشمندتر است. آنان عالمان و صالحان هستند که از اوامر خداوند و مکاید دشمنان دین خداوند و امراض قلوب و دوای آنها آگاهند. ناصحان مشفقه که با وسیله کتاب و بر روش رسول خدا علیه السلام مردم را نصیحت می نمایند. معاشرت با این دسته همه اش خیر و منفعت است. گروه دوم آنان هستند که معاشرت با ایشان همچون داروی است که به هنگام بیماری به آن نیاز پیدا می نماییم تا هنگامی که در حال صحت و سلامت قرار داریم نیاز به آن نداریم. اما کسانی هستند که در جهت تحقق خیر و مصلحت معاش و معاد و ادای مسئولیت ها و انجام انواع معامله ها و مشارکت ها و مشورت ها و برای معالجه مریض قلب از ایشان نمیتوان احساس بینیازی نمود. اما هرگاه نیاز خود را از ایشان برطرف نمودیم به ادامه معاشرت با آنان همچون معاشرت با گروه سوم باید نگاه کنیم. گروه سوم کسانی اند که معاشرت با ایشان علی رغم تفاوت درجات و انواع قوت و ضعف همچون مبتلا شدن به بلا و بیماری است. معاشرت با برخی از ایشان همچون مبتلا گردیدن به بیماری های سخت و مزمن است. آنان کسانی هستند که از معاشرت با ایشان سود مادی یعنی فایده مادی، معنوی، دینی و دنیوی عاید انسان نمی شود. در این حال ادامه معاشرت با آنان یقینا سبب خسران و زیان دینی و دنیوی یا یکی از آن دو می شود. همنشینی با این گروه اگر فراوان و ادامه دار شود به صورت بیماری مرگاور و هلاک کننده در خواهد آمد. بودن با برخی دیگر از ایشان همچون درد دندان است که تنها پس از کشیدن آن است که درد هم از بین می رود.
همنشینی با جمع دیگر از ایشان سبب تب معنوی می شود. آنان آدم های خشک طبع و سبک مغز هستند که از سخنان سنجیده و رفتار پسندیده بی بهره اند و نمی توانند سود را به تو برسانند و از هنر گوش دادن سهم ندارند تا از شنیدن سخنان تو بهره مند گردند. آنان خویشتن را آن گونه که هستند نمی شناسند تا خود را در جایگاه واقعی خویش قرار دهند. اگر سخن را بر زبان بیاورند سخنانشان همچون پتک است که بر سر حاضران فرود می آید و در عین حال خود از سخن خویش شگفت زده می شوند و از آن شادمان می گردند. از همان چیزی می گویند که در دل قسوت گرفته خویش دارند و به خیال خود عطر و گل را در میان مخاطبان تقسیم می کنند. زمانی هم که ساکت می نشینند حضورشان همچون سنگ آسیایی سنگین است که حمل و نقل آن برای حاضران ممکن و میسر نیست. از شافعی رحمت الله علیه نقل می نمایند که گفته است هرگاه آدم خشک طبع و سبک مغز در کنارم می نشیند فکر می کنم که آن طرفم از طرف دیگرم سنگین تر شده است. روز آدم از این نوع را در کنار استاد بزرگوار ابن تیمیه رحمت الله علیه دیدم. استاد به هر زحمتی که بود وجود او را تحمل می نمود. بعد از رفتن او به من رو کرده فرمود همنشینی با آدم های سبک مغز و دلمرده مایه رنجش روح است. او در ادامه فرمود اما متاسفانه از این گونه آدم ها زیاد داریم و دیدیم و به همین خاطر روح ما به رنج تحمل آنها عادت کرده است. در مجموع معاشرت با هر آدمی که قلب او را قسوت فرا گرفته مایه تب و رنج روح است، اما گاه تب عارضی و گاه هم طولانی یکی از بلایایی که ممکن است برای انسان پیش بیاید این است که به معاشرت با آن گونه انسان مبتلا شود و چاره بجز درآمیختن با او را نداشته باشد. برچنین کسی است که به گونه مناسب با او رفتار نماید و تا زمانی که کشایش حاصل می شود و از دست او نجات پیدا می نماید راه شکیبایی را در پیش بگیرد. گروه چهارم کسانی هستند که معاشرت و درآمیختن با ایشان همچون سرکشیدن سم یعنی زهر کشنده است که اگر در اسرع وقت یعنی زودترین فرصت با پادزهر یعنی مقابل آن زهر مناسب معالجه نشود مرگ و هلاک به سراغ او خواهد آمد. این گونه آدم ها متاسفانه تعدادشان کم نیست. آنان اهل بدعت و ضلالتند که از سنت رسول خدا علیه السلام فاصله گرفته و دیگران را برای خلاف آن فرا میخوانند و به سر صراط مستقیم خداوند صد یعنی مانع ایجاد میکنند و آن را کج و نازیبا معرفی می نمایند. سنت را بدعت و بدعت را سنت و معروف را منکر و منکر را معروف جلوه می دهند. اگر از توحید الوهیت خداوند با ایشان سخن بگویی میگویند مقام و منزلت اولیا و صالحان را دست کم گرفته اید. چنانچه با ایشان از ضرورت تبعیت از سنت رسول خدا علیه السلام سخن بگویی میگویند این سخنان شما توهین به مقام ائمه و پیشوایان است. چنانچه خداوند را آن گونه که خود خویشتن را توصیف فرموده و فرستاده اش او را تعریف و تمجید نموده بدون افراط و تفرید توصیف نمایی میگویند تو از اندیشه اهل تشبیه تبعیت یعنی پیروی می نمایی. اگر به معروفی که خداوند و پیامبرش به آن امر فرمودند امر نمایی و از منکری که خداوند و پیامبرش از آن نهی نمودند نهی کنی میگویند تو داری در بین مسلمانان فتنه و تفریقه ایجاد میکنی. چنانچه از سنت تبعیت نمایی و با هر آنچه که با آن مخالف است مخالفت کنی میگویند تو اهل بدعت هستی و داری
مردم را گمراه مینمایی. اگر با خداوند خلوت کنی و ایشان را با مردارخواری دنیوی خود تنها بگذاری، میگویند بیچاره فریب خورده و گمراه شده است. اما با تمام توان و با اراده استوار باید به خاطر خوشنودی خداوند خشونت‌ها و تهمت‌های آنان را تحمل کرد. نباید خود را بر ملامت و عتاب ایشان مشغول گردانید و از مذمت و عداوت با ایشان باید دوری کرد، زیرا چنین روش عین کمال و بلند همتی است. همان گونه که شاعر گفته است: و اذا اتتک مذمتی من ناقص فهی الشهادة لی بانی فاضل. هرگاه آدم فرومایه و کمخیرت نزد تو از من بدگویی کرد، این شهادت است به نفع من که براستی اهل فضلم.